الان جدیه؟ اول رابطه‌مون یه اتفاقی افتاد. گفتی بهم شک داری؟ گفتم نه، من به کسی اعتماد ندارم، یاد نگرفتم به کسی اعتماد کنم. گفتی اینجوری نباش، یه ذره مثبت فکر کن، خوب باش، یه ذره دنیا رو قشنگ نگاه کن. آدم‌ها مثل هم نیستن. آره آدم‌ها مثل هم نیستن. یه رابطه رو به هر دلیلی شروع کردیم. همه چیرم از من میدونستی، کیم، با کیا میگردم، کجا میرم، چی کار میکنم. تو که بلد نیستی با یه نفر تو رابطه باشی، دلت یه جای دیگه است. پس دخالت نکن دخالت نکن آزر. چی بهت گفتم اول رابطه؟ بهت گفتم من تازه رابطه 4 ساله رو کات کردم که کثافت بود برام، اصلا حوصله رابطه ندارم. گفتم بهت یا نگفتم؟ گفتم تو هم مثل همه بچه‌هایی که دور و برم هستن میتونی باشی، خوش میگذره، کلی باحاله. همین جوری که الان داری مظلوم نمایی میکنی، همین جوری مظلوم نمایی کردی، همین جوری بغض کردی. گفتی چی؟ گفتی فکر کردی من کیم؟ فکر کردی من چه جور آدمیم؟ فکر کردی من مثل همم؟ من یا همه چی رو میخوام یا هیچی. الان من بهت میگم دیگه هیچی رو نمیخوام. تموم. گم شو برو میشه همون کسی که فکرت پیشه که. خیلی خوب. یواش. کی رو بده؟ هیچ کی هم دنبال من نمیاد.